امام زمان روی جنایتکاران تاریخ را سفید خواهد کرد. من یه حدیثی شنیدم و اینه که در زمانی که حضرت مهدی جلال الله تعالی وجهه شریف تشریف میارن، عمر و عثمان از قبر در میارن و آتیش میزنن. این درست هستش؟ بله، عمر و ابوبکر بله اینا رو درسته. بله عایشه رو. بله عمر و ابوبکر بله اینا رو درسته. بله عایشه رو. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خیلی در رأس دسیسه سازی ها علیه امت اسلامی یهود قرار دارد و چون صحابه کرام ریشه آنها را از جزیره عرب برچیدند، خواستند اخلاق والا و شایسته این مردان و این شریعت زنده و پویا و زنده کننده مرده ها و برافروزنده روح و روان را از امت اسلامی دور سازند. خواستند این ملت پیشرو و مترقی را از بین ببرند تا از دین آن اصحاب بزرگوار و از تعالیم و آموزه های حقیقی اسلام و از ایمان و کار و جدیت و جهاد فاصله بگیرند و برای این هدف گفتند برای وارد شدن به بهشت و راضی کردن پروردگار نیازی به زحمت و مشقت نیست، بلکه به جای اینها محبت و دوست داشتن علی رضی الله تعالی عنه و ولایتش و دشمنی با اصحاب و همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کافی است. آخوند شیطانیاری به بقیه کارهایی که امام زمان ساختگی اجرا خواهد کرد اشاره نکرد. امام زمان شیعه که نقش چنگیزخان و شاه اسماعیل صفوی را بازی خواهد کرد، مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تخریب نموده و حتی به این هم اکتفا ننموده و جسد مطهر همسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را شلاق میزند و آن را به آتش میکشد. سپس رو به خانه کعبه نموده آن را تخریب می نماید و به قتل عام اعراب مخصوصاً قریش می پردازد. آری، این امام ساختگی به خاطر دین و عقیده نمی جنگد، بلکه به خاطر تعصب و فرقه گرایی و نژاد می جنگد و لذا مجلسی از ابو عبدالله جعل می کند که وقتی قائم خروج می کند بین او و عرب و قریش جز شمشیر نخواهد بود، تا حدی ظلم و ستم می کند که برای تبریر و توجیه این ستمها از ابو جعفر جعل کردند که گفته است بسیاری از مردم می گویند که این از آل محمد نیست و الا رحم می کرد. و حتی مرده ها نیز بنا به گفته مفید از شکنجه این منتقم کینه‌توز امامیه رها نمی شوند که 500 تا یک جا گردن می زند. این معدوم ساختگی که آخوندهای امامیه جهت رسیدن به قدرت آن را بافته‌اند به این هم اکتفا ننموده، بلکه همه مساجد روی زمین را ویران کرده و از خانه کعبه و مسجد النبوی آغاز می کند بدین بهانه که آنها را به همان اساس اولیه بازگرداند. این مطلب را در این تصاویر که از کتاب بهارالانوار جلد 52 صفحه 408 گرفته شده ملاحظه نمایید.
علمای رافضه برای پنهان کردن این جنایت امام زمان میگویند که این دو مکان مبارک را خراب می کند تا آن را مطابق اصل دوباره بنا نماید، اما حقیقت چیز دیگری می باشد. به این تصاویر توجه نمایید. در این کتاب که به نام کتاب الوافی مشهور است و نویسنده آن فیض کاشانی یکی از استوانه‌های مذهب شیعه رافضی می باشد، وقتی به جلد 8 صفحه 1447 این کتاب مراجعه نمودیم، متوجه شدیم که خیر، منظور از یرجعه الی اساسه این است که آن را خراب می کند و با زمین هموار می نماید، چون که قبله به سوی کوفه تغییر جهت خواهد داد. فیض کاشانی روایت می کند: یا اهل کوفه، ای مردم کوفه، خداوند کسی را به اندازه شما دوست ندارد، لذا امتیازاتی را به شما اختصاص داده است. مصلای شما خانه آدم و خانه نوح و خانه ادریس و مصلای ابراهیم است و در روز قیامت در حالی که دو تیکه لباس سفید مانند محرمی که احرام پوشیده حاضر می شود و برای اهل خود شفاعت می کند. برای کسانی که در آنجا نماز خوانده اند شفاعتش رد نمی شود و طولی نمی کشد که سرانجام حجر الاسود در آن نصب خواهد شد و طولی نمی کشد که سرانجام حجر الاسود در آن نصب خواهد شد و زمانی هم مصلای مهدی و مؤمنان خواهد بود و در روی زمین مؤمنی نمیابی مگر که قلبش اشتیاق آن را داشته باشد. ای شیعه خردمند، این نمونه ای از انحرافات در مذهب شیعه است که چون غده سرطانی در بدن امت اسلامی جا گرفته و باید آن را به دور انداخت. آیا کسانی را که در پی نابودی مقدسات امت اسلامی هستند را می توان مسلمان خواند؟